و الی عاد اخاهم هودا. دوم داستان است. روان کردیم به عادیا. الله متعال قد و قواری خیلی بلنده بر از یاد داده بود، لیکن این طور هم نه که چند گز بود، کلش تا آسمان میرسید، نان خود در چشم افته و پخته میکرد. این که پا غلط نادرست است. و الی عاد، بله قد و قواریشان زیاد بود. حالی هم در دنیا بعضی قوما چی است؟ قداور است. بعضی چی است؟ حبشه ببینید تو قداور هستند، بلند که پرزان نکن. یک قومی قداور بود. و الی عاد، بسوی عادیا روان کردم اخاهم برادرشان هود علیه السلام. قال یا قوم عبد الله. پیغمبر که می اول آواز و دعوت از چی میده؟ اول چیز نمیگه که به حکمت پیش میریم. خیر است یک چند روز در بتخانه قطعی قومی خود میرم، یک چند روز بازوجه پرستشام میکنم، کم. نه، این موضوع توحید و شرک است. این موضوع در یک روز اعلان میشه. در یک روز اعلان کن یا قومی، ای قومی ما اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی. عبادت یک الله را. عبادت خبرتان گفتم هر عمل و قول پسندیده چیست؟ عبادت است. تلاوت عبادت، نظر عبادت، دعا عبادت، قربانی عبادت، ذبح عبادت، کلش برای کی میشه؟ مردم خو برای مخلوق کرده رایسته. نظر برای بیبی میکنه، برای فاطمه زهرا میکنه، برای حسین میکنه، دعاها را همیشه آوازا بیان میده. هیچ رقم. حالا که موضوع مشترک ده بین کل انبیاء علیهم السلام است. یا قوم لا اسالکم خو ما لکم من اله غیره. کلمه ما دو جز داره. دو جز. لا اله، معبودی بر حق مستحق عبادت کسی نیست الا الله، بجز از الله. پس غیر الله حق عبادت نداره. عبادت حق الله است، یعنی یک الله را پرستش کنی. همین کلمه معنیش اینه. اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی. چرا؟ ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبودی بر حق غیر از الله. غیر الله دیگه مستحق نیست. همین کلمه معنی کلمه لا اله الا الله است. این انتم الا مفترون، نیست مگر یکی شما پرستش میکنه از دروغ، نعوذ بالله با خود معبود جور کردی. نیست شما مگر مفترونه، دروغ جور کردن یا از دروغ جور کردی به خود معبود. این روز که همین مردم در طرف تیت است. کجا رفته بودی؟ در چلگزی بابا. چی هست توجا؟ دیوانه بابا. دیوانه بابا چرا میگه؟ دیوانه جور میشه. کی گفته کی جور میشه؟ کدام سند داری؟ معبودی غیر الله متعال. دنیا گنبت ها در طرف از افغانستان. باز چی میگه؟ یک چند دانه ولی کم شد در غزنی، باز کعبه جور میشد. او بدبخت ولی خو نو پیدا شده. کعبه خو در زمان ابراهیم علیه السلام جور شده. چقدر عقل الله از پیشی مردم گرفته. عقل سنجش نمیکنه. باز دیگه ملای بدبختی شوام پیر است میخیزه میگه سرزمین غزنی از عرش کده بهتر است. او ملاهای بدبخت، شیطانای اخرس دور از علمای حقانی برش نشسته، یک نفر یک پرزن برش روان نمیکنه که توسط توی گپ کافر میشی. مدینه منوره که جسد مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم است، به هزاران صحابه که امید اسلام بنیادش گذاشته، او از عرش بهتر نمیشه. غزنی تو که شرک میشه دیش، که شرک دیش میشه، او بهتر میشه. در مجمعه بزرگ در دستاربندی پیرای جاهل میخیزه گپا را میزنه، ملاها برش نشسته است، سرا را خم گرفته. لعنتی الله سرتان نشه که در روز قیامت امیر خود جواب بگی. عوام بیچاره چی میفهمه؟ عوام میگه کی راستی والا. اوه توی توصیف به عوام بگو. خود که کلی مردم کوچ کرد در غزنی خانه گرفت، هزارش کرده که بهتر باشه، خلاص دیگه. آدم اینجا در کابل چی میکنه؟ خو یک نفر پیدا نشد که او پیر صاحب تو که میگی که هزارش کرده بهتر است، تو اینجا چرا زندگی میکنی؟ تو برو در غزنی خانه بگی. در افغانستان کاری میشه سری مردم بیچاره مظلوم پرسان نکو دیگه. خلاص قلاده را در گردنایشان مینداز، هر طرف کش میکنه. کس برش نمیگه چرا کش میکنی، کجا میبری مرا؟ نه، خوش هستن. خب بله، هر کس که از کتاب الله دور زندگی میکنه این حالش است. که از کتاب الله دور کسی زندگی میکنه این حالش است. ده هزارا معبودا مبتلا میشه. ده هزارا معبودا. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا. بله، انبیاء علیهم السلام دعوتش فقط نشانه خاصش است که دعوت به سوی مادیات نیست. نه خود نه کسی دیگر وعده میده، خودش هم نمیگیره.
یا قوم لا اسألكم علیه اجرا. علمای ما دو قسم است. یک عالم میره در یک قریه برشان میگه ای فقط مرا در مسجد جای بده، هیچ حق از پیشتان نمیگیرم، فقط یک ترجمه مرا اجازه بده. این موحدین است، حق پرستاست. هیچ وقت در قصه از این است که مرا حق بده. لیکن مردم این امی مولا را نمیمانه، امی مولای حق پرسته. دیگه کی هسته؟ دیگه مولا در گلی سیب کالای خود بسته کرده در مسجد نشسته مرا مولا بگیره. خب مولا صاحب میگیریم تا چقدر خانه هستی؟ ولی 100 خانه میشه. کلک یک میده نمیده؟ خب است یک 50 میده. خب چقدر معاش میدیم؟ یک 30,000 میدیم. نه 30,000 من مایلدار آدم هستم نمیشه. مولا صاحب پنجشنبه به پنجشنبه ختم میشه. مردم میشه، در اسقاط هم برد میشه. خوب باز چی میگه؟ باز دیگه ریش سفید از اون طرف صدا میکنه مولا صاحب مکمل سرسایه را به تو میدیم. دیگهش از اون طرف صدا پوست قربانیم از تو باشه. و دیگهش برای صدا میکنه ای اقلا ماند خرمنه که میماله یک سیر گندم یا موتای بیزی را در مولا صاحب روی میکنه. مولا صاحب دیگه حالی قرار میشینه. باز دیگه چی میگه؟ مولا صاحب این قدر شاگردا داری پنجشنبهگی 5 روپیه بگی بسیط است بیچلی. اینی مولا را مردم خوش داره و خیر و خلاص. الله رحم بکنه. انبی علیهم السلام اعلان میکنه یا قوم لا اسألكم، ای قوم ما سوال نه درخواست نمیکنم از شما علیه بالای تبلیغ دعوت خود اجرا مزد پاداش نمیگیرم. چرا که تبلیغ دین سری هر پیغمبر هیچ کسی دیگری نمی باشه سرش فرض عین است، او سری چیزی که فرض عین باشه دعوتش اونجا دیگه گرفته نمیشه اجر. این اجریه الا علی الذی، نیست پاداشی ما عوضی ما مگر بالای ذاتی که فطرنی مرا پیدا کرده. اشاره باری که میفهمی کدام ذات که مرا پیدا کرده عقیده دارم که رزق مرا الله مهیا میکنه میرسانه. من یقین دارم راستی میرسانه. او از ناروی زن برات زنگ بزنه که مولی صاحب چی مشکل داری؟ من یک چیزی مشکلی تا من رفع کنم. چی مشکل خواهرم بگو، ولی یک چند روپه برات روان کنم تو روزگار چی رقم است؟ نه خواهر الله برات اجر بده روان کو که اینجا ما دیگه برنامه دعوت کار بگیریم. ما خودم مشکلم حل است. کس نمیشه از ناروی از دینمارک از هالند برات زنگ زده میشه. چرا نکو اعتماد سری الله متعال بکو، چرا که ذاتی که تو را پیدا کرده رزق میده. افلا تعقلون، آیا شما از عقل کار نمیگیری؟ چرا اینجا افلا تعقلون میگه؟ ای قوم اینطور پیغمبری که یک گروه از پیشتان تقاضا نداره، مشتری ملکی را نمیخواه، مکمل دلسوز صادق امین، فقط دغم شما مردم، لیکن امین مردم امین قسم سخنم نمیپذیره. چی میگه؟ و یا قوم استغفروا ربکم، قوم میره از پیش ما در بدر شدیم مالی را چطور کنیم؟ برش میگه اصلاحش موجود است، امکان داره. و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم ما بخشش طلب کنید از پروردگارتان دو عمل ناشایسته که قبلا انجام داده الله، ثم توبوا الیه، بعد از او در آینده رجوع به سوی الله بکنی، دین الله را نظام الله را قبول کنی. والا ما کی طور کارا بکنی خود کلی این معاملای ما کلش سود بود، دروغ بود، فریبکاری بود. برش میگه نه، یرسل السماء علیکم، کم بگیره فایده مطابق نظام دین روان میکنه الله از طرفی فضا علیکم، بالای شما مدرارن بارانای چی پی در پیه، و یزدکم قوتا، زیاد میساز الله قوت شما را الی قوتکم، به قوت شما خودتان. کدام قوت ذاتی مهارت قابلیتی که داره الله متعال دیگم قوت اضافه میسازه، قوت اضافه میشه. اگر تو در نظام الله قدم گذاشتی ولی قوت بر دیگه اضافه میشه، فکرت قوی میشه، ذهنت قوی میشه، حافظت قوی میشه، دیدت قوی میشه، عقلت فکرت قوی میشه. هر کس که موحد است فکرش بسیار قوی است، این یاد داشته باشه. ولا تتولوا مجرمین، نگرده در حالی که شما معصیت کننده جرم کننده باشه، نکنی دعوت بپذیری، نظام الله را بپذیری. قالو گفتن یهود ما جئتنا، یهود علیه السلام تو آمدی ببینت، با یک دلیل واضح، برای ما یک دلیل واضح پیش که تو پیغمبر هستی. و ما نحن بتارکی آلهتنا، ما نیستیم الا کدنی گذاشتنی آلهتنا معبودای خدا، عن قول که از جهت یک گفتارک که تو ملا پیدا شده گفتارک و ما کده رویستی سالا دیمو سرخم کدیم نظرو کدیم. خوب باز چی میگم؟ و ما نحن لک بمؤمنین، ما نیستیم
برای گپای تو باور کردنی یک مانا و ما نحن لك ما نیستیم بالای تو بمؤمنین ایمان آوردنی این نقول الا تراک ده حق تو ما فقط اینم یک گپ داریم چی میگیم تو را دیوانه کده اعتراک مختلط ساخته تو را بعض آلهتنا بعضی معبودای ما تو هر روز سرین پشت معبودای ما را گرفتی یک کمی تو را خراب ساخته بیسوین مصیبت برات رسیده چرا که معبودای ما را بد میگی همین معبودای ما چیزی برای تو رسانده قصه خبرتان کرده بودم درخت کیسه ده بودم گوش ما بند شده بود رفتم در ششتن در بامیان یا اولیا را هر چیز میگه اگر نه اولیا را خب ما چیزی نمیگیم نه ما او ولی که حق است ولی که واقعا ولی است ما او ولی نماها را و کسایی که نعوذ بالله چیست درونش از گرگ است و بیرونش پوست چی را پوشیده گوسفنده اونو را ما میگیم قال اینی اشهد الله هود علیه السلام برش میگه ما شاهد میگیرم الله را و اشهدو شما هم شاهد باشه اگر هر قدر تپ و تلاش بکنی فکرتان باشه شاید طور بگویی که یک نفر است حتما امروز نه صبا نه یک هفته بعد در نظر ما پس دور میخوره یک نفر است چی میتونه یادتان باشه زمیالی از گوشتان میکشم چی نمیکشم انی بریء مما تشرکون که من دستوردار هستم بیزار هستم از آن چیزی که چی میکنه شما شریک جور میکنه خب بیدار باشه من پس گشتنی نیستم یکی شجاعت است کنه شجاعت یک نفر است یک با قوم میزنه ما و شما یک قدر ولسام هستیم درک میلرزیم چرا میلرزی دلیل طلب داره بیا یعنی کتاب الله و حدیث پیغمبر من دونی غیر از الله متعال فکیدونی چیزی چلولی که داره بکنه در مقابل که دخو میفهمه تمام تدابیر نقشه هایی که جور کردن نیستی در مقابلم بگیره جمیعا تمامیتان یک نفریتان هم نه از هر گوشه و کنار جمع شوه عالم حق پرست اعلان میکنه کل علما جمع شوه یک هر جای حق پرست ها یک تا می باشه دیگر غنبر میزن 40 نفر این لنگیا بسته کدگی در میدان که بیا باز چی میگی تو پیش تو نه من مولا نیستم من ناتخوان هستم ناتخوان خود جور میکنه من میگم مولا نیستم ثم لا تنظرون مهلت هم نده شفقت سرم نکنه که چیزی از وسیتان میرسه دعوتگر اینمی قسم دلاور میباشه اینمی قسم هیچ حراسی نداره چرا حراس نداره دلیل همه امور در اختیار کیست الله متعال است چرا خود میگه انی توکلت علی الله ما اعتماد سری الله کردیم خدا به الله سپاریدیم ربی که مالک متصرف تربیت کننده ما الله است سید مدبری ما الله است و ربکم پروردگار شما مالک متصرف شما هم کیست امو الله است شما بیچاره یک چیز نمیتونه بعد از چی میگه ما من دابت نیست یک جنبنده اینطور فکر نکنی او طور الله است پیغمبری خدا فراموش میکنه غم زیر نمیخوره بازو هم پیغمبری که غم دین الله را بخوره او را الله فراموش میکنه هود علیه السلام میگه ما من دابت نیست یک جنبندگک زنده سر الا هو مگر الله متعال آخذون بناصیتها از پیشانیش گرفته است مراد در کنترل الله قرار داره معلومات از پیشش داره کجا میره چی میکنه چی رزق برش مناسب است کلش الله برش میرسانه پیغمبری خدا هدر میمانه نصرتش نمیکنه این خدمت دین الله را بکنه باز الله پیغمبر خدا بگذاره ان ربی یقینا پروردگاری ما علی صراط مستقیم پروردگاری ما علی صراط مستقیم محکم بالای راه راست است یعنی مرا محکم میکنه سری راست راه راست یک توجیه دوم ان ربی علی صراط مستقیم پروردگار ما در راه مستقیم است هیچ کسی طرف و طرف شده نمیتونه خام ملاقی امره کی میشه الله متعال میشه باز معلومات میشه که چی گپا پیش میشه فاین تولا و اگه راز میکنه گپای دلسوزانه مرا نمیپذیره پس بعد از اون من ملامت نیستم من مسئولیت خود ادا کردم چرا فقط ابلغتکم یقینا رساندم برایتان ما او ذمه‌واری را ارسلتو که روان کرده شده بودم بهی به او ذمه‌واری الیکم بسوی شما هیچ چیز باقی نگذاشتم آخری مرحله دلسوزی را کردم من مسئولیت خود ادا کردم حالی شما میدونی کاریتان و استخلف ربی قوما غیرکم عوض شما میاره جانشین شما قرار میده پروردگاری ما قوما یا قومی را غیرکم که غیر از شما باشه مغایر شما باشه دو معنا داره
غیر از شما دیگه قوم باشه مغایر شما باشه که بپذیره گپه. مردمای باهوش باشه. از امو خاطر است که در یک منطقه حرکت دعوت کارگر نشد تغییر منطقه بدی. مردم تا مردم فرق داره. یک مردم است که بجره قدری تا باز میکنه، همون جبر یک دم مردم شگوفا میشه. اوه کجا بودی؟ باز تو بگریز و ما کم میگیره که به هیچ قیمت از پیش ما رفته نمیتون. یک جای خدا نگی، برو دعوت دین الله را درجه. ولا تضرونه شیئا، شما ضرر رسانده نمیتونه برای الله به این سرکشی، طغیان، بدبختی، بیدینی تان هیچ چیزی را. شما چی؟ تمام عمر بدبختی بکنی، بیدینی بکنی، در نظام الله چیزی ضرر نمیاد. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقینا پروردگار ما سری تمام چیزا مراقب است، حفاظت و نگرانیش میکنه. شما را هم میبینه که چی میکنه، پیغمبری خودم میبینه. ولما جاء امرنا، هرگاه که آمد فیصله عذاب ما، نجینا هودا، نجات دادیم هود علیه السلام، والذین آمنوا معه، کسایی که ایمان امرای هود علیه السلام آورده بود، برحمت منا، این کمال ذاتی از ما نبود که نجات یافتن، رحمت و شفقتی کی بود؟ الله متعال بود. الله بر رحمت خود را نجات داد. و نجیناهم من عذاب غلیظ، ما نجات دادیمشان از سخت عذاب. و تلک عاد، اینمی عادیاس، 8 روز سرشان چی آمد؟ 8 روز چی بود؟ باد شمال آمد. اینطور هر جای افتادن طوفان، مثل درختای چی واری؟ خرما که دراز بود. عادیا خود دراز بودن، امو رقم شودن. و تلک عاد، اینمی عادیا، جحدوا بآیات ربهم، انکار کردن به دلایل توحید پروردگارشان یا به احکام اما رسالتی که الله برای پیغمبری خود داده بود انکار کردن. و عصوا رسوله، نافرمانی پیغمبرای الله را کردن. و اتبعوا امر کل جبار عنید، تابعداری کردن از امر هر جبار، هر آدمی ظالم عنیدن که خیلی ضدی و عنادی بود. او مردم ها را دنبالش رفته رایی بودن، گپای انبیا را قبول نمی کردن. این حالاتشان بود. با متنومندی حالاتشان در کجا رسید. چقدر درس عظیم است. امروز چرا سنجش نمی کنیم؟ این مردم ها که پشت طاغوتا را گرفته، پشت مردم های ظالم را گرفته روان است، به هوش نمیه. بفهمن که الله متعال از پیششان سوال میکنه آیا حجت سرتان تمام نبود؟ و اتبعوا فی هذه الدنیا، از پیشان شد در این دنیا، لعنت از طرف الله سرشان در این دنیا لعنت رو فرستاده شد. و یوم القیامه، در روز قیامتم لعنت دنیا است که از هدایت محروم شوه، لعنت آخرت است که دائمی در عذاب باشه. الا خبردار، ان عادا کفروا، عادیان انکار کردن از دعوت توحید الله، کفروا ربهم، انکار کردن از پروردگار خود، از دعوتش. الا خبردار، بعدا لعاد، هلاکت باشه برای عادیا، قوم هود که قوم هود علیه السلام بود. چرا؟ به خاطر که نپذیرفتن. الله انتظام هدایتشان نکرد توسط هود علیه السلام، اما اون مردم هود علیه السلام بعد مسخره گرفت. میگفت تو دیوانه شدی، او دیوانگیرم کی رسونده برات؟ معبودای ما واره تو بدگویی کردی از او خاطر. حالی هم مو گپا میزنه. و الی ثمود اخاهم، روان کردن به ثمودیا برادرشان صالح علیه السلام. قال، گفت صالح علیه السلام، هر پیغمبر که آمده اول دعوتش چیست؟ بگوی توحید، کلمه لا اله الا الله است. یا قوم اعبدوا الله، قوم ما عبادت یک الله را بکنی، سجده به یک الله، رکوع به یک الله، قیام به یک الله، نظر به نام الله، ذبح به نام الله، دعا از یک الله، مشکل کشا و جتروا دانستان یک الله، یک الله، عالم الغیب یک الله، مدبر یک الله، قیوم زمان یک الله. نکنی پیرایتان قیوم زمان جور نکنی. عالم غیب نه از حال ما خبر داره، مرا باز یک چیز میشه. خوب بچه خدا اصلاح که من خبر شدم که پایت کج مانده ای. تو از کجا خبر شده ای؟ من میفهمم. از کجا میفهمی؟ خود تالی را کافر نشده بودی، حالی خدا کافر هم میکنی. چرا که در صفت الله خدا شریک میکنی، عالم الغیب خدا دعوا میکنی.